وقت شما بخیر. هفته گذشته یه جمله قشنگی خوندم که می گفت فقط وقتی سخن بگو که کلماتت از سکوت زیباتر باشند. این جمله واقعا فکرمو پر کرد. چقدر ساده و چقدر عمیق. ما اغلب فراموشمون میشه که خود سکوت هم یک زبانه، زبانی که گاهی از هزاران کلمه هم گویاتره. نمیدونم تا چه حد فیلم ارباب حلقه ها یادتونه. گندالف، یکی از پرسوناژ های اصلی این فیلم، جمله جالبی میگه ما همه یه تصمیم مهم هستش که باید بگیریم، اینکه با زمانی که به ما داده شده چه بکنیم. ما همه یه تصمیم مهم هستش که باید بگیریم، اینکه با زمانی که به ما داده شده چه بکنیم. گاهی بهترین استفاده از زمان عزیزانم سکوت کردنه، چرا که همه لحظات نیاز ندارن که با حرف پر بشن. میدونم ما یه جورهایی از سکوت هراس داریم. وقتی یکی ساکته دائم ازش میپرسیم چیه؟ چیزی شده؟ سکوت برامون بعضی وقتا از یه بار سنگین هم سنگین تره. ولی چقدر شده که با یکی در سکوت راحت نشسته باشیم؟ اینو گفتم یاد یه فیلم دیگه افتادم از تارانتینو، پالپ فیکشن. نمیدونم به فارسی چی ترجمه شده. تو این فیلم 2 پرسوناژ با هم دارن صحبت میکنن، مایا و وینسنت. مایا به وینسنت میگه آدما وقتی میفهمن که رابطهشون واقعی هستش که وقتی با هم هستند و ساکت، هر دو راحتند، از این ساکتی ناراحت نمیشن. میدونید این پرسوناژ داشت چی میگفت؟ اینو: ارزش یه رابطه عزیزانم تو این نیستش که فضا رو با کلمات پر کنی، بلکه در اون آرامش مشترکی هستش که در سکوته. سکوت میتونه احترام باشه، میتونه محبت باشه، حتی میتونه فرصتی برای شنیدن باشه. خیلی وقتا کلماتی که میخوایم بگیم فقط به خاطر اینه که دل خودمون رو خالی کنیم، واسه بنا کردن دل طرف مقابل نیست. و اینطور مواقع هستش که باید از خودمون بپرسیم آیا این حرفی که میخوام بزنم واقعاً از سکوت زیباتره؟ در امثال تو کتاب مقدس میخونیم که میگه حتی احمق هم اگر ساکت بمونه دانا شمرده میشه. این حرف کتاب مقدس عزیزانم سکوت رو نه فقط زیبا میکنه بلکه حکیمانه هم. بیایید قبل از اینکه حرفی بزنیم از خودمون اینا رو بپرسیم: آیا این حرفی که میخوام بزنم حقیقته؟ آیا با محبته؟ آیا ضروری هستش؟ اگه پاسخ یکی از این سوالها نبود، شاید سکوت انتخاب بهتری باشه. گاهی سکوت مثل باغی هستش که درون آرامش، احترام و درک متقابل رشد میکنه. و چه زیباست که وقتی حرف میزنیم صدامون از این باغ زیباتر باشه. به دیسیپلین فیض ادامه بدیم.